درود بر همه هموطنان بزرگوارم در ایران و سراسر جهان. بسیار شنیدیم که میگن جمعیت ایران تا سال 2040 کاهش محسوسی پیدا خواهد کرد یا میانگین سن بالا خواهد رفت. به تبع اون تعداد افراد سالمند در ایران افزایش پیدا خواهد کرد. با بحران نیروی کار مواجه خواهیم شد، با بحران نیروی نظامی مواجه خواهیم شد و با بحران نگهداری افراد سالمند در ایران مواجه خواهیم شد. ببینید این اشتباه از اونجا ناشی میشه که شما به معضلات سال 2040 از چشم انداز سال 2025 نگاه میکنید. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه در سال 2040 هوش مصنوعی و صنعت رباتیک بسیاری از امور رو بر عهده خواهد داشت. یعنی ما نیازی به تأمین منابع انسانی نداریم. منابع انسانی یک چیز اضافه بر سازمانی خواهد بود که بیشتر هزینه‌زا خواهد بود. یعنی هر کاری که هست نیروی انسانی مورد نیاز را از طریق صنعت رباتیک و دانش هوش مصنوعی جبران خواهیم کرد. نکته دیگه اینجاست که خب این سالمندهایی که تعدادشون بالا خواهد رفت در سال 2040 چه کسی از اینا مراقبت خواهد کرد؟ طبیعیه. ربات ها همین الان در کشورهای مختلف ربات ها و درون های هوشمند دارن جایگزین نیروی انسانی میشن. دیگه هیچ ضرورتی نداره که ما جمعیت رو افزایش بدیم تا بتونیم نیروی انسانی مورد نیاز بخشای نظامیمون رو تامین کنیم. هیچ ضرورتی نداره. من به گمان من 10 کشور اول قدرت نظامی جهان تلاش زیادی خواهد کرد تا نیروی انسانی که خطا پذیر هست و مرگش بسیار از لحاظ عاطفی احساسی برای خانواده بسیار ثقیل هست رو با نیروی رباتیک جایگزین بکنه. هزینه کمتری دارن، نگهداریشون راحت تر هست، بهره وریشون بسیار بالاست، قابلیت ادغام با هوش مصنوعی دارن و مشکلات 2040 رو از چشم انداز 2025 نگاه نکنید. انسان در آینده یک موجود اضافه محسوب خواهد شد. یعنی ضرورتی نداره ما در عصر کشاورزی انسان ابزار کار محسوب میشد. خانواده‌ها سعی میکردن و تلاش میکردن تعداد فرزندان خودشون افزایش بدن. در عصر صنعت و مخصوصا در چند دهه گذشته الگوی جمعیتی جهان عوض شد. یعنی خانواده‌هایی با 7 فرزند تا 10 فرزند تبدیل شدن به خانواده‌هایی با 1 فرزند و 2 فرزند. چرا؟ چون دیگه مزرعه‌ای به صورت دستی کاشته نمیشه که شما بخوای مثلا 1-2 جیم بچه داشته باشی تو مزرعه رو بکاری یا نگهداری کنی. ضرورت خاصی نداره. لذا اینو در نظر داشته باشید. معضلات 2040 معضلات 2015 نیست، معضلات 2040 هست و دانش بشر تا اون موقع افزایش خیلی شدیدی خواهد پیدا کرد و عرضم حضورتون میتونه معضلاتی رو که امروز در مقابل اونها ناتوان به نظر میرسیم رو به راحتی حل کنه. حالا بر این بیفزایید بحث رحم مصنوعی رو که دارن آماده میکنن برای کمک به افزایش راحت تر نفوذ و زاده ولد بیشتر. یعنی واقعا نمیدونیم 2040 چه اتفاقی خواهد بود. ولی حدسایی که میزنیم نشونگر این هست که دیگه ضرورتی نداره روی منابع انسانی زیاد سرمایه گذاری کنیم. وقت استراحت تمام وقت بشر فرا رسیده. به قول آقای ایلان ماسک تا چند دهه آینده به جایی میرسیم که انسان ها فقط 2 روز در هفته کار کنن، اونم با ساعت محدودی. چرا؟ چون همه کارها رو ربات ها و هوش مصنوعی انجام میده.